این مراجعت به تمام زنهای سراینده است. ببینید خداوند زنان را از نرم و شیرین صحبت کردن با مردان بیگانه منع می‌فرماید، اما شما مخالف حکم خداوند عمل کرده صدها برابر بیشتر این کار حرام را انجام می‌دهید. خداوند در قرآن می‌فرماید فلا تخوان بالقول، یعنی زنان در حالت ضرورت با مردان بیگانه نرم و شیرین صحبت نکنند، اما شما به صحنه برآمده با صدای نرم و شیرین با لباسهای تنگ و نیم برهنه در وصف یک مرد سرود می‌خوانید. پس آیا نمی‌دانید که وقتی در بین هزاران مرد بیگانه صدای نرم و شیرین خود را برآورده می‌سرایید مخالف حکم خداوند عمل می‌کنید؟ آیا شما نمی‌ترسید که خداوند به سبب مخالفت با حکمش بلای بزرگ را بر سر شما آورد؟ من شما را به عذاب خداوند می‌ترسانم که اگر توبه نکردید به صورت بلا و مصیبت‌ها، سختی‌ها و بیماری‌ها بر سرتان می‌آید. انتظار باشید.